کودکی که زمان تولدش نزدیک شده بود پیش خدا رفت و پرسید: میگویند فردا مرا به زمین میفرستید، اما من خیلی کوچک هستم و هیچ کمکی ندارم. چطور میتوانم آنجا زندگی کنم؟ خدا پاسخ داد: از میان فرشتگان یکی را برای تو انتخاب کردم. او منتظر توست و همیشه از تو مراقبت خواهد کرد. کودک گفت: اینجا در بهشت من خیلی خوشحال هستم. خدا گفت: فرشته‌ات برایت آواز میخواند، هر روز به تو لبخند میزند و به تو عشق میورزد. کودک دوباره پرسید: وقتی خواستم با شما صحبت کنم چه کنم؟ خدا پاسخ داد: فرشته‌ات به تو یاد میدهد که چگونه دعا کنی. کودک پرسید: شنیدم روی زمین انسان‌های بد هم هستند، چه کسی از من محافظت میکند؟ خدا فرمود: فرشته‌ات حتی اگر به قیمت جانش تمام شود از تو محافظت میکند. کودک گفت: لطفاً نام فرشته‌ام را بگو. خداوند جواب داد: نام فرشته‌ات مادر است. برای سلامتی فرشته زندگیت بنویس: خدایا مادرم را حفظ کن.